سلام دوستای عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. دوستای عزیز، انتظارات به پایان رسید و لباس هایی که فرمایش داده بودیم رسید و حالا برایتان نشان میدم. اینم لباسی دوستای عزیز، نگفته نماند همه شال است و این لباسی، این شالی سبز خیلی با دوختی عالی، منظم، تمیز و اینم آستینش دوستای عزیز، بالای آستینش هم خیلی ظریف قشنگ کار شده و اینم پای دامنش خیلی پراخ و خیلی دوختی مقبول. و دوستای عزیز، اینم ازارش است. همینطور که گفتم دوستای عزیز، اینا فرمایش شده است، فرمایشی کو کردیم، اینا کمپیوتری است و ازارش هم همین بردار مقبول است، همینجور گفته بودم. و اینم رنگ بادنجانیش است دوستای عزیز، به همو دیزاین و همین قدر مقبول. دوستای عزیز، یک ذره از دست کوک فرق نداره، خیلی کوک شالی است. اینم ازارش است دوستای عزیز. و دوستای عزیز، اینم رنگ لاجوردی است دوستای عزیز. این دمی رو دیگه فکر کنم شور خورده دیگه، بعضیاش به این پاکت مانده، بعضیاش نمانده، همون قسم ماندن دیگه. دوستای عزیز، رخت هایش خیلی عالی است، رختی درجه اول است و همین قسم که میبینید دیگه دمی را قدر شور خورده، یک ذره چروک نشده، یک ذره قاد نافتیده دیگه. کوگایش هم همین قسم منظم مانده و اینم رنگی سبز، بازم رنگ سبز شسته. دوستای عزیز، برای کسی که در انگلیس است به 1 هفته تخفیف دارم در فری دلیوری. هر کس میخواهد تا 1 هفته دیگه برایشان فری دلیوری میکنیم. این شم رنگ لاجوردی است به همو دیزاین. دوستای عزیز، از این لباس ها زیاد آردر کردم، به هر سایز و هر رنگ که بخواهید یافت میشه دیگه، به هر سایز خواستین هست. و اینم لباسی مدل جدید و خیلی عالی از این لباس نو رواج شده است، خیلی مقبول. دیزاین لباسی دراز است، ببینید دوستای عزیز، خیلی عالی دیگه. کوکش خیلی مقبول.